جناب پیغمبر گفتن دارندگی و بایگری را غنیمت بدان پیش از آمدن ناداری. برادر بزرگواری که امروز خداوند برای تو مال داده است، این مال خیلی نعمت بزرگ است، به شرطی که در راه خدا صرف کنی، به شرطی که زکاتش ادا کنی، به شرطی که اون انسانهای مسکین کم بغل دستگیری کنی. ان شاء الله این مال برای تو سبب میشه که ابوبکر دور زمانت میشوی. اما اگر بخیلی کردی، ممسوکی کردی، مردگی کردی، مال در درون دل جا کردی، ایره عنیق بدان که ابو جهل دور زمانت میشوی. ایره عنیق بدان که این مال تو در روز قیامت تبدیل به یک مار سیاه می شود که تمام اعضا و بدنی تو را فرو میگیره و تو را عذابی نوع عذاب ها برای تو عذاب میده. غنیمت بدان. من بسیاری دارنده ها را میبینم که امروز به زانو زدگی هستند. برادر از این دنیاداری دائما نیست، اختیارش در ذات الله است، صاحب همه الله است. در حقیقت مالکی اصلی خداست. این امانت چند روزه دست ماست، دائمی نیست. برادر عزیز، بسیار انسان دارنده امروز به زانو زده است، دردمند شده، کسل شده، از غم و فکر ناداری را، از غم و فکر قرضداری را به یک حالت خیلی دشواری و سخت زده. به همین خاطر برادری که امروز دارنده هستی، دارندگی را غنیمت بدان، در راه خدا صرف کن، سستی نکن، بخیلی نکن، تنبلی نکن، مردگی نکن. والله قسم مال همراهی نمیبری، فقط یک کفن زیاد نمیبری. از یک کفن زیاد نیست برای تو حصه دیگر. و فراغک قبل شغلک، این تندرستی، آرامی، تنجی را غنیمت بدان پیش از آمدن ناآرامی. الحمدلله این آرامی که ما در جمعیت هامون داریم، خدا پناه به خدا نشود روزی که بیاین در مسجد ما را محکم کنن بگن اینجا دیگه نماز خواندن معنی است. پناه به خدا، پناه به خدا از اون لحظه ای که بگن به زبان تاجیکی گپ زدن معنی است. پناه به خدا از اون لحظه ای که بگن که از غیری، یعنی تهجاهای مردم اینجا برای دیگر شخصیت ها گپ زدن معنی است. اینها را غنیمت دانستن در کار. اینا خیلی یعنی نعمت های بزرگ هستند. و آخرش پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتند و حیاتک قبل موتک، حیات غنیمت بدان پیش از آمدن مرگ. یک لحظه زندگی حیات بهتر است از هزارها سالی که در خاک خواب می روی. یک لحظه زندگی حیات اگر یک بار الله بگوی یا سبحان الله الحمدلله بگوی، از هزارها سالی که در خاک خواب می روی، این یک لحظه زندگی برای تو بهتر است. اما اگر لحظه عمر در غفلت و گناه باشه، یک لحظهش برای تو بدتر است، بسیار تلخ و سخت است. و این خاطر ما و شما به قدر این لحظه های زندگی برسیم. نبندد دل به دنیا هر کی مرد است، که دنیا جملگی اندوه و درد است. و گورستان گذر کن تا ببینی که دنیا با عزیزان چی کرده است. اگر دنیا به کس پاینده می بود، محمد تا به این دم زنده می بود. اگر دنیا به کس می کرد وفایی، نمی کرد از آن حضرت جدایی. زنم فریاد